بانک که رفت ولی من باید 24 ساعت با یک رنگ زندگی کنم. اولا که این بازی چند تا قانون داره. اولا اینکه ما میتونیم از وسایل چوبی استفاده کنیم، به خاطر اینکه اگه مثلا رنگ صورتی بیاد ما که رفتیم تیبل صورتی که نداریم، برای همین میتونیم از وسایل چوبی استفاده کنیم. و اینکه من فقط 5 دقیقه فرصت دارم تا وسایل همون رنگ رو به دست بیارم. حالا چشممو میبندم و یک رنگ رو انتخاب میکنم. زرد. حالا من 5 دقیقه فرصت دارم تا کل وسایل زرد رو جمع کنم. حالا باید آقایون تصمیم بگیرم چون فقط 5 تا جای دیگه مونده. تمام. حالا وسایلی که جمع کردم، اول از همه آرمور، نیزه، شمشیر، کلنگ، تبر، قلاب ماهیگیری، هیبل، هانی بلاک، گلدن بلاک، گلدن اپل چندن، سیب زمینی پخته، نون، گوشت، شیلد، 3 استک طلا، تخت زرد و تورچ، کرافتینگ تیبل، گلدن کرت، هانی بلاک و شیشه های زرد و 3 تا توتم. حالا باید با این بلاک ها و اینایی که جمع کردم یه خونه بسازم و 24 ساعت توش زندگی کنم. خیلی خوب بچه ها، اینم شد از خونه زرد من. حالا بریم توش رو ببینیم. اینجا تختمه، اینجا چستامه و اینجا هم کرافتینگ تیبل. حالا تو چستم اول از همه دسته‌بندی شده غذاها، بعد اورها، بعدش بلاک ها، بعدش چیزای متفرقه، بعد چیزای با ارزش و کرافتینگ تیبل و چست ها. حالا ما الان باید صبحانه بخوریم طبق چالش‌های 24 ساعته دیگه که من نون رو انتخاب کردم.
حالا نونمو میخورم. و حالا برای تفریحمون میخوایم بریم ماهی گیری. من میرم تا دریا پیدا کنم. خیلی خوب بچه، من این دریا رو پیدا کنم، حالا بریم ماهی گیری. یه دونه استیک. یه دونه پافر فیش. خیلی خوب دیگه، حالا بریم خونه و ناهارمون رو بخوریم. برای نهار من تصمیم گرفتم گوشت بخورم. واقعا خوشمزه بود. حالا میرم استراحت کنم و یه کم دیگه برمیگردم. حالا بیایم با هم دیگه بریم شکار. شمشیر طلایی خوبه ولی خیلی زود میشکنه. حالا چیزایی که جمع کردیم رو میذارم تو چستمون. حالا یه مقدار استراحت میکنم تا شب بشه. الان تصمیم گرفتم یه مقدار میانوده بخورم و چی بهتر از این چند گلتن اپل. خیلی خوب. و یک هم دیگه بریم برای شام. تا اون موقع بیاین که پنجره برای خونم درست کنیم. حالا پنجره دوم و برای کنار تختم یه پنجره دیگه درست میکنیم. و حالا منتظر بمونید تا شام. الان اومدم تا یه مقدار زغال مای کنم بتونم چیزایی که شکار کردم بپزم. حالا میخوام برگردم با خیلی خوب. حالا فرنیس هم درست کردم و میخوام بذارم مرغا توش بپزه. بقیه زغالا هم برمیدارم. این گوشتم ببرم که بذارم بپزه. و این هم میذارم که شام بخورم. حالا همونطور که میبینین شب شده و موقع شامه. من این مرغ رو در نظر گرفتم با ماهی و این گوشتای گوسفند. حالا دیگه میخوام شاممو بخورم. اول از این مرغ شروع میکنم، بعدش یه مقدار گوشت میخورم و یه دونه ماهی. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشی. من برگر پریم و خوشحال میشم که ویدیو رو لایک و کانالمو ساب کنید.